سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 11 شهروند تاجیکستان از سوی مقامات امنیتی قرقیزستان. 15 سال حکم زندان ساکن فیض‌آباد برای سوءقصد به جان رئیس محله. بازداشت دو کارمند انداز پنجکند هنگام گرفتن $2500 پاره. از ابله و میگریخت مرگ مرموز یک جوان در درون ترانسفرماتور. سیل خرابی آور در جماعت موغیان پنجکند. تهدید تا 15 سال زندان بر راننده تاجیک در روسیه برای مرگ 2 نفر در یک صدمه در حالت مستی. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 13 ماه سال 2022 خبر داد که در شهر سلوکتوی ولایت بادکند 11 شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز و فعالیت غیر قانونی در یک انبار انگشت در منطقه دستگیر کردند. مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت کارمندان کمیته امنیت در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی در مورد راه‌های مهاجرت غیر قانونی معلومات گرفتند که در یکی از انبارهای انگشت شهر سلوکتو یک گروه شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار میکنند. در نتیجه روز 29 اپریل کارمندان امنیت در این انبار 11 ساکن دهه قرغانچه نویه جبو رسولوف ولایت سوغد تاجیکستان را دستگیر کردند. این 11 نفر را در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به حبس پیشکی گرفته نسبت به آنها بر اساس ماده 378 کودکس جنایتی آن کشور با اتهام عبور غیر قانونی مرز پرونده جنایتی گشودند. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حسابها یا کارهای اصلاحی به مهلت از 1 تا 3 سال و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگری قضیه دسترس نیست. جانب تاجیکستان بازداشت شهروندانش در قرقیزستان را هنوز شرح نداده است. سلوکتو یا سلوکته با ناحیه جبو رسولوف همسرد بوده یکی از مرکزهای بزرگترین استحصال انگشت در آسیای مرکزی به شمار می رود. در گذشته بخش اعظم انگشت در سلوکتو تولید شده توسط ایستگاه راه آهن پرالتارسک واقع در حدود ناحیه جبو رسولوف تاجیکستان برآورده می شد. بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در سلوکته در حالی است که روابط قرقیزستان و تاجیکستان در سالهای اخیر دوره پرتنشی را پس سر کردند و این در حالی است که خدمات مرزبانی قرقیزستان اخیراً خبر داد که شام 11 ماه سال 2022 تخمینا ساعت 23 دقیقه در موضع قرولتپه نویه جان علای ولایت اوش 8 شهروند قرقیزستان ساکنان دهه نزد مرزی قرمیق در یک ماشین تویوتا غیر قانونی مرز قرقیزستان با تاجیکستان را عبور کرده به نزد وایده قشونهای مرزبانی تاجیکستان رفتند و با آنها وارد رد و بدل لفظی یا به تعبیر دیگر وارد رزبار شدند. شهروندان قرقیزستان که در حالت مستی قرار داشتند با مرزبانان تاجیک در مسائل گوناگون اظهار ناراضگی کردند. این شهروندان قرقیزستان را مرزبانان قرقیز به قلمرو قرقیزستان برگردانیده به کارمندان میلیس سپاریدند. گفته می شود در خبر جانب تاجیکستان تا کنون این قضیه را شرح نداده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 303 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور 4 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، بیش از 20 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند. کلیگه دادگاه عاید به پرونده‌های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 اپریل سال 2022 کمالوف نوردین تاجدینوویچ ساکن دهه آفتابرویه جماعت دیهات بوستان نویه فیض‌آباد را با جرم سوءقصد به جان رئیس این دهه قربانعلی دولتوف بر اساس ماده 32 قسم 3 104 قسم 2 بند 10 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به 15 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 13 ماه در شرح این پرونده گفت تفتیش این پرونده را دادستانی نویه فیض‌آباد انجام داده است. در حفظ تفتیشات پیشکی و بررسی دادگاهی معین کرده شده است که کمالوف در خصوص گذرانیدن سنجش
ریایه طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری از سوختار و از روی خصومت شخصی رئیس محله دهه افتوبرویه جماعت دیهات بوستان نویه فیض‌آباد دولتوف را دشنامای قبه نموده با تبر خوجگی به قسمت پشت گردن و بازوی دست چپش ضربه زده به او جراحت وزنی جسمانی برای حیات خوفناک رسانیده است. من بعد در نتیجه ایراد همسرش کمالوف از ادامه حمله های جنایتی خود دست کشیده است. در نتیجه سر وقت از جانب ساکنان دیه به بیمارخانه دسترس نمودن دولتوف و رسانیدن یاری طبی نام برده از مرگ نجات داده شده است گفته می شود در اطلاعیه دادستانی. تفصیلات دیگر این قضیه گفته نشده است، ولی قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که این حادثه در تاجیکستان انگشت شمار سوءقصد به جان رئیس محله در دهه افتوبرویه نویه فیض‌آباد روز 24 اکتبر سال 2021 روی داده است. گفته می شد که آن روز ساکن افتوبرویه نوردین کمالوف به رئیس محله قربانعلی دولتوف برای امرایی کردن ماموران خدمات آتش نشانی نویه که در منزل زیست کمالوف استفاده غیر قانونی نیروی برق با اسباب‌های خودساخت را آشکار کردند با تبر حمله کرده است. در پی حمله رئیس محله از گردنش زخم برداشته، دستش نیز شکسته است و او را با چنین احوال در بیمارخانه فیض‌آباد بستری کردند. شراف‌الدین دولتوف پسر قربانعلی دولتوف به رادیو آزادی گفته بود آن روز پدرش از روی قاعده ماموران اداره آتش نشانی نویه را برای تفتیش منزل‌های زیست امرای کرده بود. به گفته او ماموران اداره آتش نشانی در خانه این ساکن دیه اسباب‌های خودساخت برقی را پیدا کردند و نسبت به این حالت سند ترتیب داده بودند. او آن زمان در خانه‌اش نبوده است، دیرتر می آید و پدرم را به خانه‌اش دعوت کرده است. می رود که او با تبر پیشواز می گیرد. پدرم گفت که هیچ در عقلش نمی گنجید که با تبر می زند. چند تبر می زند که دو ضربه تبرش می رسد، یک ضربه به گردنش و ضربه دیگر استخوان دستش را دو پاره می کند. یک نفر او را می دارد وگرنه شاید می کشت. گفت او رئیسان محله از بودجه دولت معاش نمی گیرند، ولی به نهادهای دولتی در اجرای وظیفه‌هایشان در محله کمک می رسانند. معمولا کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در منزل‌های زیست سنجش انجام می‌دهند. در اداره آتش نشانی نویه فیض‌آباد گفتند که در خانه نوردین کمالوف پیچ‌های خودساخت پیدا شده بود که برق را غیر قانونی از معیار زیاد استفاده می‌برد. سامانه پرس تیجی با استناد به یک شاهد حادثه خبر داد که روز 12 مای سال 2022 یک جوان در محله ودنساز در شمال شهر دوشنبه هنگام گریختنش از ابله در داخل ترانسفورماتور جان داده است. کارمندان حفظ حقوق در محله معروف به ودنساز شهر دوشنبه هنگام ابله باعث مرگ یک جوان شدند. می نویسد این نشریه. بنا به اطلاع پرس تیجی این جوان در پیگرد کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته هنگام فرار به داخل یک ترانسفورماتور که درش به دلیل‌های نامعلوم باز بوده است در آمده خواست است آنجا پنهان شود، ولی شدت برق نابودش کرده است. خواننده پرس تیجی گفته است این حادثه را مردم مشاهده کردند. برای معلوم نمودن اصل واقعه نشریه به سخنگوی شرکت برق تاجیک ناظرجان یارگوری مراجعت کرده است، ولی او از قضیه اظهار بیخبری کرد. سامانه پرس تیجی به مقامات نویه اسماعیل سامانی که محله ودنساز در حدود این نویه داخل می شود تماس گرفته است. دلاور برادزاده رهبر دستگاه رئیس نویه اسماعیل سامانی مرگ یک نفر را در داخل ترانسفورماتور تصدیق کرد، ولی قربانی ابله شدن او را رد کرده است. برادزاده حادثه را چنین شرح داده است: حادثه نصف روزی 12 مای در کوچه گاگارین نزد بازار ورزاب رخ داد. مرد تقریبا 35 ساله که موافق معلومات به ما رسیده او بومژ است و از بی احتیاطی وارد ترانسفورماتور شده فوتیده است. حالا شخصیت وی را معلوم کرده ایستاده‌ایم. اما می نویسد پرس تیجی یک سوال دیگر مطرح این است که چرا این ترانسفورماتور درش باز است و جان آدمان را زیر خطر می‌گذارد؟ سیدعلی شریف سردار شعبه شخصان واقعی ناظرات اندوز شهر پنجکند با گمان گرفتن پوره دستگیر شده است. چند منبع از ناظرات اندوز پنجکند در صحبت با پایگاه خبری بامداد این خبر را تایید نموده گفتند همراه سیدعلی شریف یک کارمند دیگر این نهاد نیز بوده است. این دو کارمند ناظرات اندوز از طرف مقامات پروکراتور دستگیر شدند. گفته میشود سیدعلی شریف و همکارش با گمان گرفتن $2500 رشوه از یک کار افتاده دستگیر شدند. تفصیلات دیگر خبر دسترس نیست و گشوده شدن یا نشدن پرونده جنایتی به ضد این دو کارمند اندوز پنجکند هم معلوم نیست. وقتهای آخر شکایت‌ها از کارمندان ناظرات اندوز شهر پنجکند به خصوص از شعبه‌ای که سیدعلی شریف روبری میکرد زیاد شده بود. مقامات اندوز در تاجیکستان از جمله فسادزده‌ترین نهادهای دولتی نام برده می شود.
ساکنان از تماجوی کارمندان این ساحه زیاد شکایت میکنند. از اول ماه مای این الکی دومین خبر با جرم گرفتن پاره و به دست افتادن کارمندان اندوز است که رسانه‌ای می شود. اگنتی مبارزه با کروسیای تاجیکستان روز 3 مای از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن پرونده یک کارمند ناظرات اندوز شهر وحدت خبر داده بود. غفور جمشید اکیموویچ بر اساس قسم یکم ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان به گرفتن پاره از جانب شخص منصبدار عیبدار می شود. به کارمند امکنون سابق اندوز شهر وحدت برای گرفتن پاره همچون جزا جریمه به اندازه از 3650 تا 9125 نشان دهنده برای حساب ها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال تهدید می کند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. صحنه‌های 9 و 11 مای در بعض دهه‌های جماعت دهات موغیان شهر پنجکین باران پرشدت و ژوله ریخت به خواجگی‌های کشاورزی مردم حصارات وارد کرده است. ساکنان این جماعت میگویند خوشبختانه تلفات جانی و مالی نرسیده است، ولی زمین‌های کشت آنها ضرر جدی دیدند. همچنین چند از راه‌ها تخریب شدند. طی چند روز اخیر در منطقه‌های علایده کشور آمدن سیل به قید گرفته شده است. این در حالی است که اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان چند روز اخیر هوای نامساعد را در تاجیکستان پیشگویی کرده است. گفته می شود بارشات در کشور دست کم تا 16 مای دوام می کند و در این روزها فرو ریختن سیل و آبخیزی، یرچ و سنگریزی، ترمه و دیگر آفتهای طبیعی نیز از احتمال دور نیست. روز 11 مای سیل شدید پول روی اسفره وارخ را در موضع تنگی سرخ در حدود دهه سرخ کنده برد. درباره به مردم ضرر زیاد رسانیدن سیل در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز گزارش‌ها به دست می‌رسند. از جمله به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده نیمه دوم روز 12 مای ساعت 17:33 دقیقه باد شدید بام یک خانه را در نویه روشان کنده است. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. به اطلاع کمیته سیل و آبخیزی‌ها 7 اولی را در محله‌های لنگر، خلسان و عباد فیض‌الله جماعت چارکوی اسفره زیر آب مانده. 350 متر کانال سیلگذر لنگر و کانال مشچا در دهه خواجه اعلی را خراب کرده است. سیل همچنین روی محلی تگ صدر را در جماعت سرخ موقتا مسدود کرد. حالا این راه تازه کرده شده حرکت نقلیات برقرار گردیده است. خوشبختانه در این آفت‌ها کسی آسیب ندیده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 مای استناداً به اگنتی هواشناسی جمهوری ساکنان را دیگرباره از هوای نامساعد روزهای 14 و 15 مای آگاه کرد. بنا به پیشبینی هواشناسان طی این 2 روز در قلمرو کشور به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های پرشدت پیش بینی کرده می‌شوند که این بارشات می‌تواند زندگی را در بعضی مناطق به مشکل روبرو ساخته و سطح آب را در رودخانه‌ها بالا برد. گفته می‌شود از 13 مای و تا روز 16 مای باران‌ها در محله‌های جداگانه بعضی ناحیه‌های کوهی ولایت سوخت، ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز می‌تواند سببگار آمدن سیل‌ها شود. باران‌ها در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی تل و تپه‌ها همچنین می‌تواند باعث از جای خود کنده شدن زمین‌ها، کنده شدن سده‌های ضد سیل، خراب شدن پل‌های ماشین‌گذر و آدم‌گذر شود. هوای نامساعد چارواچرانی را نیز مشکل می‌کند. بالاروی سطح آب رودخانه‌ها و آبخیزی و سیل‌ها می‌تواند باعث زیر آب ماندن کشتزار و زراعت‌های کشاورزی گردد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ساکنان و مهمانان کشور را هشدار می‌دهد که در چنین روزها از سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی خودداری کنند. کمیته از مقامات محلی خواهش می‌کند که به خاطر پیشگیری از خطر سیل‌ها سر وقت در منطقه‌های آسیب پذیر حشرهای عمومی خلقی تشکیل کنند و جوی و کانال و سیل راه‌ها را از هر گونه سنگ و سنگریزه و خس و خسپاره‌ها تازه نمایند. کمیته به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه‌ها از رانندگان با احترام خواهش می‌کند که قاعده‌های حرکت را جداً رعایت نمایند. به خصوص در ساعت‌های بارونی حرکت در راه‌ها مشکل است و بالا بردن سرعت حرکت همیشه خطر دارد. طی روزهای اخیر در مناطق گوناگون تاجیکستان ده‌ها سیل و آبخیزی خرابی‌آور روی داد که به خواجگی‌ها ضرر زیاد رساند. شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از دوشنبه به فرودگاه ونوکوو شهر مسکو راه اندازی می‌نماید. خدمات مطبوعات یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان روز 13 مای سال 2022 خبر داد که شروع از 16 مای هر روزه یک پرواز در مسیر دوشنبه مسکو به فرودگاه ونوکوو و یک پرواز دیگر از دوشنبه به فرودگاه دمدیدو انجام داده می‌شوند. قبلا هر دو پرواز خط سیر دوشنبه مسکو به فرودگاه دمدیدو صورت می‌گرفت.
طبق جدول پرواز خط سیر SZ 333 از دوشنبه ساعت 08:00 دقیقه به وقت محلی پرواز نموده ساعت 2:25 دقیقه با وقت مسکو در فرودگاه ونوکوو فرود می آید و در سمت برگشت ساعت پرواز از ونوکوو 11:45 دقیقه و فرود در دوشنبه 17:35 دقیقه به وقت محلی مقرر شده است. وقت پرواز خط سیر دوشنبه مسکو دمدید و دوشنبه همان و بی تغییر باقی میماند. پروازها در هواپیمای بوئینگ 737-800 انجام داده می شود. معلومات بیشتر و چپته های پرواز در سامانه شرکت، خزینه های چپته فروشی و مرکز معلومات دهی و چپته فروشی شرکت دسترس می باشد. در سامانه رسمی سامون ایر نرخ چپته پرواز از دوشنبه تا مسکو 367 یورو یا حدود 4800 سامانی و از مسکو به دوشنبه قریب 3 مرتبه ارزانتر 130 یورو نزدیک به 1170 سامانی نشان داده شده است. شرکت هواپیمایی سامونیر خاطر رسان کرده است که مسافران به فدراسیون روسیه سفر کننده به استثنای شهروندان روسیه باید شهادتنامه PCR تست را با نتیجه منفی سنجش کووید 19 که دوام 48 ساعت پیش از وارد شدن به قلمرو روسیه داده شده است پیشنهاد نمایند. از 15 مارس سال 2022 ورود مسافران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به قلمرو تاجیکستان با پیشنهاد گواهینامه واکسیناسیون اجازه داده شده است. در حالت نداشتن گواهینامه واکسیناسیون پره و یا قسما مسافران باید شهادتنامه گذشتن PCR تست را با نتیجه منفی سنجش کووید 19 که به مهلت 72 ساعت اعتبار دارد پیشنهاد نمایند. کودکان تا سن 3 ساله از پیشنهاد PCR تست آزاد می باشند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. در اصفهان یک حادثه ناخوش روی داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 12 مای سال 2022 ساعت 09:30 دقیقه به قسم نوبرداری کمیته حالتهای فوق‌العاده رئیس محله حیات نو جماعت دیهات ایسار زنگ زده خبر داد که هنگام کار با دستگاه خمیرشوری دست نامپز 36 ساله کمبینات نوبینایان در آن درمانده است. برای رسانیدن کمک فوری دسته امدادگران کمیته به جای حادثه روان کرده شدند. آنها با یاری تکنیک مخصوص دست در تجهیزات درمانده نامپز را رها کردند. نجات دهندگان به جبر دیده یاری اولیه طبی رسانیدند و بعدا او را فوراً به بیمارستان شهر ایسار انتقال دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت نامپز وقت کار به قاعده‌های بی‌خطری استفاده ماشین خمیرشوری رعایت نکرده است. محله حیات نو معروف به محله قوری‌ها در تقریباً 2 کیلومتری جنوب شهر ایسار و 25 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر شده است. از زمان اتحاد شوروی در این محله اساساً شهروندان نابینا کار و زندگی می‌کردند. در اینجا برای آنها هنوز در دوران شوروی مکتب مخصوص نابینایان و برای با کار تامین کردن این عائله‌های آسیب پذیر یک کمبینات مخصوص نابینایان تشکیل کرده بودند. دادستان شهر بریانسک روسیه با تصدیق فکر عیبدارکنی پرونده یک شهروند 56 ساله تاجیکستان را برای بررسی به دادگاه شهر دیاتکوو سپرده است. مهاجر تاجیک بر اساس ماده 264 قسم 6 بند ا کودکس جنایتی روسیه به ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه که از بی احتیاطی سبب مرگ 2 نفر شده است عیبدار می شود. به او بر اساس این بند قانون تا 15 سال زندان تهدید می کند. بنا به فرضیه تفتیشات شب 28 آگوست سال 2021 تقریبا ساعت 22:30 دقیقه شهروند تاجیکستان که ماشین تمغه شورله را در حالت مستی و با صورت بلند میراند به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه مازدا برخورده است. در نتیجه راننده و یک زن مسافر مازدا به هلاکت رسیدند. در این باره روز 13 مای سال 2022 در سامانش دادستانی ولایت بریانسک خبر داد. دیاتکوو تقریبا در 45 کیلومتری شمال بریانسک جایگیر شده است. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندان‌های روسیه تا اول سال 2021 در زندان‌های این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم می‌کردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.